این ویدیو قراره یه چیزایی رو بگه که معمولاً کسی دوست نداره بشنوه، ولی شاید لازم باشه. ایستگاه خالی است. نه آنقدر خالی که ترسناک باشد، آنقدر خالی که عادی شده. روی نیمکت نشسته ای. نه کیفی داری، نه عجله‌ای، نه حتی نگاه به ساعت. منتظری، بدون اینکه دقیق بدانی منتظر چه. گفته بودند اگر از این پله ها بالا بروی، اگر درست، دقیق، بی حاشیه جلو بروی، آن بالا یک چیز خوب منتظر توست. بالا رفتی، نفس نفس، رسیدی. و آنجا کنار چیزی که اسمش را گذاشته بودند هدیه، یک سوال نشسته بود. سنگین، بی ادب، بی رحم. خب، حالا چی؟ نه شادی آمد، نه هیجان، نه آن حس پیروزی که همیشه در فیلم ها میبینی. فقط یک خستگی عمیق، خستگی بالا رفتن بیوقفه و فکری که جرأت نمی کنی بلند بگویی، حتی به خودت. همین بود. همش همین. باران شروع می شود. شیشه روبرو خیس است. قطره‌ها صورتت را خط خطی می کند. انگار خود هوا هم دارد تردیدت را نقاشی می کند. بعدش فکر می کنی شاید مشکل از تنهایی است. پس می روی میان آدم ها. جمع شلوغ است. خنده هست. صدا هست. لیوان ها به هم می خورند. اما تو انگار پشت یک شیشه ضخیم نشسته ای. صداها می رسند ولی واضح نیستند. تصویرها هست ولی انگار لمس شدنی نیستند. دستت را می گذاری روی شیشه. سرد است. ذهنت بیان که اجازه بگیرد شروع می کند به اسکن کردن. این خنده واقعیه؟ این حرفها تا کجا ادامه دارن؟ من دقیقاً اینجا چه کار می کنم؟ این انتخاب تو نیست. و اینجا معمولاً آدم با خودش می گوید چرا بقیه می تونن خوشحال باشن و من نه؟ جوابش برخلاف تصور رایج منفی بودن، قدر نشناسی یا بلد نبودن زندگی نیست. ریشه ها معمولاً خیلی عقب ترند. بعضی مغزها از همان اول برای لذت آموزش ندیدند. برای بقا آموزش دیدند. اگر در سالهای اولیه زندگی محیطت غیرقابل پیش بینی بوده، دوست داشتن مشروط بوده، امنیت موقتی بوده یا مجبور بوده ای زود بزرگ شوی و حواست همیشه جمع باشد، مغزت یک قانون ساده می سازد. آرام بودن خطرناک است. پس چه کار می کند؟ به جای اینکه انرژیش را خرج خوشحالی کند، خرج اسکن خطر می کند. برای همین وقتی همه خوشحالند، تو دنبال اما می گردی. وقتی لحظه خوب است، ذهنت می پرسد تا کی؟ وقتی می خندی، یک بخش از ذهنت هنوز بیدار است. نه چون خراب شده ای، بلکه چون بیش از حد خوب تطبیق پیدا کرده ای. انگار چشمانت به یک فیلتر دائمی مجهز شدند. وضوح بالا، جزئیات تیز، اما رنگ‌ها کمی خاموش. تو چیزهایی را می‌بینی که خیلی‌ها یا نمی‌بینند یا ترجیح می‌دهند نبینند. و همین دیدن اضافه گاهی سنگین‌تر از ندیدن است. بعد با خودت می‌گویی حتما مشکل از شرایطه، پس عوضش می‌کنی. شغل، رابطه، شهر، چمدان می‌بندی، حرکت می‌کنی. پنجره‌ها عوض می‌شوند، منظره‌ها تازند، اما یک ماه بعد می‌بینی همان حس برگشته. چون خوشحالی یک دکمه محیطی نیست، یک پاسخ عصبی است. اگر سیستم عصبیت سالها در حالت آماده باش بوده، حتی بهترین شرایط هم فقط خنثی حس می‌شوند. برای همین است که شغل جدید هیجان ندارد. رابطه سالم بی‌حس به نظر می‌رسد. آرامش کسل کننده تلقی می‌شود. چون مغزت یاد گرفته شدت زنده بودن، آرامش خطر. و وقتی آرامش می آید، ناخودآگاه پسش می زنی و درست همینجا آن فکر آرام اما ترسناک سر می رسد. شاید مشکل از منه. شاید من بلد نیستم خوشحال باشم. شاید شکستم. در حالی که خیلی وقتها هیچ چیز نشکسته. فقط آستانه رضایت تو جای دیگری است. و بعد به یک راز عجیب می رسی. غم فقط یک احساس نیست. گاهی یک مکان امن خدیمی است. برای بعضی آدم‌ها غم یعنی کنترل پیشبینی پذیری آشنایی. اما خوشحالی ناشناخته است. بی‌دفاع است. پر ریسک.
کم کم این حالت می شود بخشی از هویت. من آدم عمیقم. من زیاد فکر می کنم. من با این دنیا جور نیستم. و اگر خوشحال شوی، انگار باید بخشی از خودت را رها کنی. نه چون غم دوست داشتنی است، بلکه چون بدونش نمیدانی کی هستی. اتاق تاریک است. دستت روی کلید چراغ. مکث می‌کنی و ترجیح می‌دهی تاریکی آشنا را نگه داری تا نوری که هنوز بلد نیستی با آن زندگی کنی. شاید مسئله اصلاً خوشحال بودن نیست. شاید اسم درستش آرامش است، یا معنا، یا صداقت با خود. شادی که دنیا تعریف می‌کند شبیه آتش‌بازی است. پر سر و صدا، درخشان و زود تمام شونده. اما آرامش تو شاید شبیه نور یک شمع باشد در اتاقی ساکت. نور کم، ثابت، واقعی. شاید رضایت تو نه از رسیدن، بلکه از صادق بودن در مسیر بیاید. از دیدن همزمان رنج و زیبایی و پذیرفتن اینکه هر دو جزئی از نقشند. شمع روشن است. تو نشسته‌ای، می‌نویسی یا نقاشی می‌کنی. درگیر، اما آرام. پس دفعه بعد که آن سکوت سنگین یا آن حس پشت شیشه بودن سراغت آمد، به خودت نگو من مشکل دارم. شاید فقط سیستم عصبیت متفاوت شکل گرفته. تو آن آدم ایستگاه نیستی که قطارش نیامده. تو آن آدمی هستی که فهمیده قرار نیست همه با قطار بروند. بعضی‌ها راه می‌روند، آهسته اما عمیق. قطاری نمی‌آید، اما تو راه می‌افتی. اگه این زاویه دید برات جدید بود، ویدیوهای دیگه این کانال رو هم ببین.